با سلام خدمت شما دانش آموزان عزیز. فصل 1 رو شروع میکنیم، راهبردهای حل مسئله. خب دقت داشته باشید. اولین سوال: 1. مسئله و راه حل زیر از کتاب خلاقیت ریاضی انتخاب شده است. مسئله: دهقانی چند مرغ و چند خرگوش خانگی دارد. این مرغ‌ها و خرگوش‌ها روی هم 50 سر و 140 پا دارند. این دهقان چند مرغ و چند خرگوش دارد؟ راه حل دهقان رو دقت کنید. دهقان جانوران خود را مجبور می کند در وضعیه غریبی قرار بگیرند. هر مرغ روی یک پا ایستاده و هر خرگوش روی دو پای عقب خود. با این تصور غریب درست نصف همه پاها یعنی 70 عدد شرکت خواهند داشت. 140 تا بوده، پس نصفش میشه 70 تا. عدد 70 را میتوان به عنوان سرها در نظر گرفت، به شرطی که هر مرغ را یک بار و هر خرگوش را 2 بار به حساب بیاوریم. بنابراین اگر از عدد 70 تعداد کل مرغ‌ها و خرگوش‌ها یعنی 50 را کم کنیم، تعداد خرگوش‌ها به دست می آید. یعنی تعداد خرگوش‌ها برابر است با 70 منهای 50 مساوی 20. خب من میخوام این رو به صورت دیگه بیان کنم. خوب دقت کنید. من نظرم این هست که دهقان حیوانات مزرعه رو یعنی مرغا و خرگوشا رو مجبور کنه که همه روی یک پا بایستند. در این حالت تعداد پاها و تعداد سرها برابر میشه 50 تا. روی یک پا بایستن، یه پا یه سر. اینم که روی یک پا بایسته پس یه پا یه سر داره. پس اگر همه روی یک پا بایستن تعداد پاها و تعداد سرها برابره. مرحله بعد دهقان به خرگوشا میگه که یه پاشونو بذارن زمین. خرگوش‌ها یک پای دیگر را زمین گذارند. خب در این حالت چه اتفاقی میفته؟ میشه همون صورت مسئله. تعداد پاها که کل پاها 140 تا بوده حالا میشه نصف. چرا؟ چون مرغا هنوز روی یک پا قرار ایستادن و خرگوشا روی 2 پا. در این حالت میشه 70 تا. خب این 20 تا برای چی بوده؟ برای خرگوشا بوده. اینجا مشخص شد دیگه. پس 70 منهای 50 مساوی میشه 20 تا خرگوش. و اما تعداد مرغ‌ها 50 تا کلش بوده، منهای 20 تا خرگوش میشه 30 تا مرغ. پس دقت کنید، یک بار دیگه تکرار میکنم. این که در مرحله اول ما بگیم که همه روی یک پا بایستن، تعداد پاها و تعداد سرها برابر میشه 50 تا. حالا شرایط رو طوری تغییر میدیم که صورت مسئله ساخته بشه. میگیم خرگوش‌ها یک پای دیگر را زمین گذارند که تعداد پاها نصف بشه. یعنی که مرغ‌ها روی یک پا ایستادن در این حالت و خرگوش‌ها روی 2 پا. پس الان میشه 70 تا پا. این 70 20 تا اضافه به خاطر چی بود؟ به خاطر خرگوش‌ها بود. و از تعداد کل خرگوش‌ها رو کم میکنیم، 30 تا میشه مرغ‌ها. شما این رو به راه حل دیگه هم میتونستید بنویسید. به چه صورت؟ راهبرد حدس آزمایش یا جدول بکشید. دقت کنید. تعداد خرگوش‌ها، تعداد مرغ‌ها، تعداد پاها و بررسی آزمایش. جدولی رو که داخل کتاب
وزارتی هم میکشید شما، برای بعضی از سوالهای این فصل دارید. خب ما اگر اینجا تعداد مرغ ها رو قرار بدیم، تعداد خرگوش ها، تعداد مجموع پاها و اینجا هم بررسی آزمایش. خب دقت داشته باشید که ما در مرحله اول تعداد رو میگیریم 25 تا و 25 تا که از کل 50 تا خرگوش و مرغ نصفش مرغ باشه نصفش خرگوش، هر مرغ 2 پا، هر خرگوش 4 پا، پس 2 تا 25 تا 50 تا به اضافه 4 تا 25 تا 100 تا 150 تا. پس این حدس اشتباه بوده. خب باید کمترش کنیم، پس به تعداد مرغ ها اضافه می کنیم، پا باید کمتر بشه. ببخشید به تعداد مرغ ها باید اضافه کنیم، از تعداد خرگوش ها کم کنیم. 24 تا و 26 تا میشه مجموع 50 تا ثابت هست. حالا 2 تا 26 تا 52 تا به اضافه 4 تا 24 تا 96 تا که میشه 148 تا. این همه. اگر به همین شکل پیش بریم، به همین حالت الگوی یکی از خرگوش ها کم کنیم، به مرغ ها اضافه کنیم، به عدد 30 و 20 میرسیم که 30 تا مرغ هست، 30 تا 2 تا 60 تا به اضافه 20 تا هم خرگوشه، 20 تا 4 تا پا 80 تا میشه 140 تا. این حالت میشه 20 تا و 30.